سلام دوستان، امروز اومدیم با حسین بریم دوئل بزنیم که حسین ادعا میکنه منو ببره که منم لول 198م. بریم اکانت من نشونتون بدم. 198 آرمان آزادی حسین. خب دوستان اکانت من اینا هست، این تفنگامه و اینم از اسکینام. دوستان از اینایی که خب بریم با حسین دوئل بزنیم. حسین ای زنگ میزنه. اینم از لول 40 حسین اینجا ببینین دوستان. اینم از اکانتشم. اینو دوستان مثل بریم اکانتشم نشونتون بدم. اینم از اکانت حسینه. بدون بیشتر اسکین 4 تا بیشتر اسکین نداره و اینم از اکانتش. حالا میخواد ادعا کرده که حسین میتونه منو ببره ولی تو خواب میبینه. دوستان لایک کنین، فالو کنین، کانال رو سابسکرایب کنید، لایک هم بکنین این ویدیو رو. اگه بیشتر از 30 تا لایک کردین که با حسین شرطی سر اکانت میزنیم. حسین اولا درخواست اونو قبول کنه. خب دوستان الان حسین درخواست هم داد بریم باهاش دوئل بزنیم. برو بریم. حسین همینطور ردی کرد، نمیذاره اصلا کاری بکنیم. الان میخوام ببرمش، ازیش کنم. دوستان کانال رو یادتون نره سابسکرایب بکنید و اگه فالوتون به بالای 30 تا رسید میایم با حسین شرطی دوئل میزنیم. بریم شروع. حسین دوستان یه باتی به تمام عیاری بیشتر نیست. حسین دوستان هر دفعه که من حسین رو میزنم میره گانش رو عوض میکنه. با کنین میکمپه که بتونه ما رو دوستان بزنه، منو بزنه، ولی خب نمیتونه. حسین هم اسم چیز گنگ 2028 اسم کانال رو هم سابسکرایب کنید. دوستان برم با اسنایپرش نشون بدم. کمپر بات دوستان واسه این یکی بزنتم که بریم چی هم نشونتون بدم. سطیر لژنی که جدید اومده. فعلا من دوستان نوعیه که حسین جلو هستم. دوستان دیدی گفتم حسین یه باسی بیشتر نیست. داخل این شاتگان اسنایپر بریم شاتگان ماری.
برمیداری؟ نه تیره هم بهتون نشون بدم. بریم تیر دوستان نشونتون بدم. تیره دان تیره انگار پریده. Let's go this way. مثلا تیرم تموم شده بود، مجبور بودم کمپش کنم. مثلا سگ میفرسته، این جزء بازی نیست که اون تقلا میکنه منم دست. مثلا الان نشونش بدم حسین که دیگه اینا فکر نکنه اینا جزء بازی نیستن که دست کنه. آخر شد دوستان، الان آخر ویدیو میرسه. من اونطور که دوستان بهتون گفتم اگه لایک های این ویدیو به بالای 30 تا برسه من با حسین شرطی میزنم. شرط اکانت میزنیم ببینیم کی برنده میشه. ولی خب 100% که من برنده میشم. کردیم شیشده 12 دارم حسین رو میبرم. 11 13 شد. تا آخر ویدیو حتما نگاه کنید. خیلی خفن شد دوستان این شد. دوستان لایک و فالو یادتون نره. سابسکرایب میگم، لایک و سابسکرایب یادتون نره. همونطور که بهتون گفتم ای لایک های این ویدیو به بالای 30 تا برسه من با حسین شرط اکان میزنم. با حسین شرط اکان میزنیم. وایسا به حسین بگم. حسین